چندی قبل در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی با اشتراک نمایندگان وزارت و اداره‌های دولتی، سازمان‌های بین‌المللی و تشکیلات‌های جمعیتی میزی مدور اوید به جنبستی لایحه تشکیل معرکه اطلاعات معرفتی اوید به مبارزه بر ضد نشأمندی، گردش غیرقانونی مواد مخدر، پیشگیری نشأمندی و ترغیب طرز حیات سالم برگزار گشت. تشبث مذکور با دستگیری برنامه رشد سازمان ملل متحد در همکاری با آژانس همکاری بین المللی ژاپن در دایره لایحه اداره‌کنی ثمره‌بخش سرحد از جانب تشکیلات جمعیتی گندر و ترقیات عملی گشته. در دایره لایحه در ناحیه‌های شمس‌الدین شاهین، جیهون، پنج، فرخاری ولایت ختلان، درواز، ونج، روشان، شغنان، اشکاشیم و شهر خاروق ولایت مختار کوهستانی بدخشان در سمت پیشگیری نشأمندی کارهای زیادی انجام داده شده است. در دوره لایحه یک قطار چاره‌بینی‌های بسیار مهم برگزار گردیدند. این پیش از همه گذراندن صحبت و واخوری‌ها در بین اهالی، در بین مکتب خوانندگان صنف‌های بالایی، در بین دانشجویان مکتب‌های عالی، واخوری‌ها با آموزگاران، واخوری‌ها با والدین آنها، برگزاری یک قطار چاره‌بینی‌های ورزشی وابسته تحت عنوان به نشأمندی به آینده سالم برگزار گردیدند. در این چاره‌بینی‌ها زیاد قریب 10,000 نفر آدم جلب گردیدند و از همه مهم آموزش‌ها برای کارمندان داروخانه‌های شهرناحیه‌های پیلاتی برگزار گردید که در آن مسئله‌های خطرهای پهن کردن داروهای پسیخوتروپی، داروی محصولات نشأه‌آور و البته مسئولیت برای پهن کردن آنها برای آنها فهمانده داده شد. برای خوانندگان مکتب‌های میانه، دانشجویان، آموزگاران و پدر و مادران زیاده از 4,000 ورقه‌های اطلاعاتی اوید به پیشگیری نشأمندی و طرز حیات سالم، 1500 عدد براشورها، 200 عدد پلاکت‌ها نشر شده. با فراگیری بیش از 5,000 نفر در مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی و دانشگاه و دانشکده‌های عالی جلسه‌های اطلاعاتی برای کارمندان ساحه تندرستی و بخش داروسازی باشد سمینارهای آموزشی گذرانیده شدند. در دایره این تشبث همچون واسطه پیشگیری رفتارهای خوفناک در شهرهای باختر، کولاب و خاروق تحت عنوان با ورزش به سوی آینده سالم مسابقه های ورزشی بسکتبال، والیبال و فوتبال برگزار گشته. غالبان مسابقه ها با تحفه های مخصوص قدردانی شدند. بین مکتبچگان صنف‌های بالایی اوید پیشگیری مواد سخت تاثیر نوع پسیخوتروپی و دانشجویان دانشگاه دولتی شهر خاروق، کوشانیان، باختر، شهر کولاب گذرانده شدند. اساساً جمع زیاده از 1,500 دانشجویان، شهروندان یعنی مکتبچگان و والدین اشتراک کردند. مقصد و اساسی هدف ما است که در سالهای آخر در بین جوانان در تمام دنیا یک پرابلم مشخص پیدا شد. این استعمال مواد سخت تاثیر پسیخوتروپی که داروواری اساساً که در داروخانان دریافت کرده میشن استعمال میکنه و استعمال کنندگان این نفران هر سال زیادتر شده است و بین جوانان نورسان و سن سال پس شدن هانم که اساساً از سن 14 سالگی سرکرده استعمال میکنه. یکی از چیزهای ریکمنداسی که ما میگوییم این اساساً هماهنگسازی یعنی پرزور کردن کار فعالیت بین جوانان نورسان، پدر و مادر و پرزور کردن شورا هماهنگسازی در شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان با مقصد بلند برداشتن معرفت جامعه و رسانیدن اطلاعات ضروری در باب نشأمندی و عاقبت‌های آن 3 گزارش تلویزیونی و 2 برنامه کلانی رادیویی تهیه شده. 3 مقاله در هفته‌نامه عائله و سامانه عائله تیجی، زیاده از 17 مواد در شبکه‌های اجتماعی نشر شدند. استفاده برای مواد پسیخوتروپی نه تنها به سلامتی ضرر می‌آورد بلکه می‌تواند عائله‌ها را یعنی ویران کند، به سطح پیشرفت اقتصادیات کشور ضرر جدی می‌رساند. وابسته به پیشگیری این پدیده نامطلوبی که مشکلاتی نه تنها تاجیکستان بلکه تمام جهان گردیده است، اصلا 3
ниҳод нақши ҳалкунанда дорад. ин ҳам бошад сохторҳои давлатӣ ва худи ҷомеаи шаҳрвандӣ, инчунин ҳар як оила, яъне пешгирӣ ташаккули одатҳои дуруст аз оила оғоз меёбад ва мо падарону модарон бояд намуна барои фарзандон бошем. дар фарҷоми чорабинӣ пешниҳодҳо оид ба таҳкими ҳамкориҳои минбаъда ҷиҳати баландбардоштани нақши оила, муассисаҳои таълимӣ, муассисаҳои тиббӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар самти пешгирии нашъамандӣ ва ворид намудани ин пешниҳодҳо ба нақшаи амал дар сатҳи ноҳияҳо садо дода, механизмҳои ҳамкории минбаъда бо мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва шарикони рушд мавриди баррасӣ қарор гирифт.